سلام. اگه بگم با دونستن چند تا ترفند ساده میتونی تعمیرات الکتروموتور انجام بدی و به درآمدزایی برسی، باورت میشه؟ پس ویدیو رو نگاه کن. با سلام خدمت دوستان عزیز. من ابراهیم خدابندلو هستم، کارشناس تأسیسات، و در این ویدیو میخوام نحوه باز کردن الکتروموتور و تعمیرات اون رو خدمتتون توضیح بدم. قبل از هر چیز ازتون خواهش میکنم که برای حمایت از کانال ما رو لایک و سابسکرایب کنید. همچنین میتونین با فعال کردن علامت زنگوله از ویدیوهای جدیدی که بارگذاری میشه مطلع بشین و اونا رو ببینید. اولین قدم برای باز کردن الکتروموتور جدا کردن محافظ پروانه از اونه. این محفظه با 4 تا پیچ و مهره به بدنه پیچ شده و همونطور که از اسمش مشخصه، کار این قطعه حفاظت از پروانه در مقابل اشیا و اجسام دیگه و احتمال برخورد با اونا و ایجاد خطرات احتمالیه. نکته‌ای رو که اینجا لازمه یادآوری کنم خدمت شما عزیزان اینه که در اوایل کارتون که ممکنه تجربه کافی رو نداشته باشین، بهتره هر تجهیزی رو که باز میکنید قطعاتون رو به ترتیب بچینید تا موقع بستن ترتیب قطعات رو فراموش نکنید. بعد از باز کردن این پیچا محافظ پروانه رو جدا میکنیم و دسترسی پیدا میکنیم به پروانه و پیچای نگهدارنده درب عقب الکتروموتور. این پیچا هم حتما باید با آچار بوکس باز بشه و بعد از اینکه اینا رو باز کردیم دیگه درب عقب جدا میشه و ما میتونیم کارهای بعدی رو روی الکتروموتور انجام بدیم. دقت داشته باشیم بعضی مواقع شما فقط نیاز دارین که پروانه الکتروموتور رو تعویض کنیم. مثلا پروانه ترک داره یا شکسته یا در اثر حرارت دفرمه شده. در اینجا نیازی نیست دیگه درب عقب رو باز کنید. همین پروانه رو با فولیکش میکشیم و جدا میکنیم و پروانه بعدی رو جانمایی میکنیم و محافظ فن رو میبندیم. ولی چون اینجا هدف آموزشه، ما نیاز داریم که هم پروانه هم درب عقب و هم درب جلو رو باز کنیم و دسترسی کامل داشته باشیم به تمامی اجزای الکتروموتور که شما همه اینها رو ببینید و ما بتونیم توضیحات کامل رو خدمتتون ارائه بدیم. اگه تا اینجای ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته لایک کنید تا بریم مرحله بعدی که باز کردن درب جلوه. خب در این مرحله باید درب جلو رو هم باز کنیم که اونم مثل درب عقب با 4 تا پیچ و مهره به بدنه متصل شده. با استفاده از آچار بوکس هر 4 تا پیچ رو باز میکنیم تا درب جلو هم جدا بشه و بتونیم روتور رو از استاتور جدا کنیم. روتور به قسمتی از الکتروموتور گفته میشه که داخل میدان دواری که استاتور به وجود میاره شروع به چرخیدن میکنه. پس قسمت چرخنده الکتروموتور رو روتور میگیم و قسمت ثابتش رو استاتور، که در ادامه خواهید دید که چطور روتور رو از داخل استاتور بیرون میکشیم و دسترسی به بیرینگ ها پیدا میکنیم. بعد از اینکه همه پیچ‌ها رو باز کردیم، حالا نوبت جدا کردن روتور از استاتوره. خب برای این کار باید چند تا ضربه به محور اصلی الکتروموتور وارد کنیم از سمت پروانه و به سمت درب جلو. برای این کار نیاز به یک چکش متوسط داریم و محوری که قطرش کوچکتر یا برابر محور الکتروموتورمون باشه. من در اینجا از یک چکش استفاده می کنم که قطرش هم اندازه قطر محور الکتروموتور هست و با چند تا ضربه نسبتاً آروم محور رو از داخل پروانه و درب عقب جدا می کنم. همینجوری که مشاهده می کنید ضربات رو آروم و با احتیاط بزنید که پروانه آسیب نبینه. خب پروانه جدا میشه و به آرومی جداش میکنیم و میتونیم روتور رو هم از سمت مقابل بیرون بکشیم.
فقط نکته‌ای که اینجا لازم میدونم بهتون تذکر بدم اینه که موقع در آوردن روتور خیلی احتیاط کنید و به آرومی این کار رو انجام بدین که سیمپیچ‌ها آسیب نبینن. بعد از اینکه روتور خارج شد میتونیم تعمیرات رو روی اون و بیرینگ‌ها و درب عقب و جلو انجام بدیم. حالا باید فولی رو از سر روتور جدا کنیم. برای این کار پیچی که آلنخور هست و معمولاً روی بدنه فولی هست رو باز میکنیم و فولی رو به آرومی از روی شافت در میاریم. خار نگهدارنده فولی رو هم به این ترتیب که خدمتتون عرض میکنم جدا میکنیم. بهترین روش اینه که با انبر قفلی خار رو بگیریم و با چند تا ضربه چکش اون رو از روی محور جدا کنیم. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم به راحتی دیگه درب جلو هم قابل جدا شدنه و دسترسی کامل به درب جلو و بیرینگ ها پیدا میشه. بعد از اینکه درب جلو رو هم جدا کردیم تنها چیزی که الان فقط باز نشده درب عقبه که روی بدنه و استاتور هستش که اون هم با چند تا ضربه کوچیک جدا میشه و کار ما در اینجا به پایان میرسه. حالا شما تمام اجزای الکتروموتور رو باز کردین و میتونین تشریح و تعمیرش کنین. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشین. همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. موفق، مؤید و پیروز باشید.